ببینید پارس جنوبی ما 263 میلیارد دلار، دقت کن، 263 میلیارد دلار هزینه فروش از دست رفتمون بوده. چرا بوده؟ چرا؟ آفرین، به خاطر توتال. نه خیر، به خاطر طراحی میدان به نفع توتال. آقا اصلا شما فکر کنم این دانشو نمیدونید. به خاطر اینکه بحرانزایی کردیم، تحریم شدیم، همون توتال، LG و سایر شرکتایی که اونجا داشتن کار میکردن گذاشتن رفتن، ما موندیم با یه کاری که اصلا نمیدونستیم چیه. خب همش هم دوست داشتیم خودکفایی کنیم، خودمون انجام بدیم، خودمون انجام بدیم. دولت آقای رئیسی فاز 11 پارس جنوبی، آقا فاز 11 پارس جنوبی، من تو پارس جنوبی هم کجا افتتاح شد؟ کی به شما اینو میگه برادر من؟ فاز اشتباه بهت گفتم. فاز 11 پارس جنوبی خشکیش برو ببینم مثلا یه کلنگ تا الان زدن. فازهای پارس عزیزم آقا این جدول توی مجله چاپ شده. قصه مجله جنوبی، مجله که 3 تا داور تاییدش کردن ریجکت. این که شما اینجا نشستید مجله گفت آقا